سخن حضرت عمر برادر عزیز که اگر روز قیامت الله مهربان گوید که همه به جنت می رود مگر یک نفر. حضرت عمر گفت ترس دارم که همون یک نفری که جنت نمی رود من همون منم. با این قدری که برادر عزیز بشارتایی که به حضرت عمر بود، اگر همه گوید همه از عذاب جهنم خلاص مگر یک نفر وارد جهنم شد، حضرت عمر گفت ترسم همین است که همون نفر منم. انسان میگه باید انا همین خلوت حیات برم در بین ترس و در بین امید. انا که صحابه آمد و پرسید ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم یا در عقبه سخت. حضرت چیش گفت؟ بگو حضرت ما آلایی